سری وقتی که وارد کپکات میشی روی گزینه، البته میخوای فونتت اونجوری باشه، اد تکست میزنی، سری فونت فارسی خفن اضافه کنی، مینویسی سلام چطوری. خب یه فونت همینطوری یه فونت چیز میگیره که اصلا خانه خوب نیست. الان من خودم هم مثلا میخوام ببینم نمیتونم، سخته. نه سخت نیست، چیه؟ تو بگو دیگه. خب باید وارد فونت بشی، تو قسمت مای فونت فارسی فدرا رو بهش اضافه کنی. آقا راه حل، خوشخط تو خانه میشه. خب حالا ما اینو باشه میخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی چجوری؟ بیا بهت بگم، چارش دست خودمه. همین الان میام بهت میگم. میری وارد روبیکا میشی. وقتی که وارد روبیکا شدی، تو چنل من فونت فارسی فدرا، همین که الان بارگذاری نشده چون که من فیلترش کردم روشنه، وقتی که این ویدیو به دست شما برسه این بارگذاری شده. خب واردش میشی، حالا وارد فایل منیجر میشی. وقتی دانلود کردی میای اینجا روی چیز میزنی، روی فونت فارسی فدرا و حالا یه جایی اینجا میندازیش، مهم نیست. بعد میای اونجا، حالا مثلا من تو متن نگارم گذاشتم، تو این پوشه متن نگارم نوشته فونت فارسی فدرا، نوشته فدرا اکبوت TTF، آخرش TTF داره، پسوند TTF داره. خوب نمیتونم بخونم. خب وارد کپکات میشید دوباره. وقتی که اونو وارد کردید رو گزینه اد تکست میزنی، حالا هر چی میخوای مینویسی. حالا این چه باگ خورد بذار من درست کنم میام. خب الان دیگه باید بشه. آره شد. حالا مثلا ما مینویسیم سلام و پرچم ایران. خب میزنید روی اد مای فونت، اینجا میای فایل منیجر روش میزنی. حالا هر جایی که انداختی میگم دیگه، من انداختم تو متنگار فونت فارسی فدرا و اونی که پسوند TTF داره رو میذاری، چون که من حالا داشتم مثلا نیاورد، میگه داری چی رو میخوای بیاری. این واسه همه فونت هم جواب میده، به شرطی که پسوند TTF داشته باشم. میتونی بزنی مثلا فونت فلان تو گوگل با پسوند TTF، اینجوری میتونی انجام بدی. خب آقا مرسی که این ویدیو رو دیدی. لایک و کامنت و دنبال یادت نره.